من هر موقع داخل این اینستاگرام وارد میشم به طور خودکار وی پی انم روشن میشه و بعد از خارج شدن وی پی ان خاموش میشه. این برای برنامه‌هایی که نیاز به فیلتر شکن داشته باشه خیلی مفیده و به سلامت باتیت آسیبی نمیرسونه. حتما این پست رو سیو کن و ارسال کن برای کسانی که به باتی گوشیشون اهمیت میدن. داخل برنامه شورتکات بشید. گزینه وسط اتوماسیون رو انتخاب کنید. بالا به اضافه رو بزنید. کریت پرسونال اتوماسیون رو انتخاب کنید و بریم به قسمت اپ ها. این قسمت اپ هایی که نیاز به وی پی ان دارن رو انتخاب کنید. اینستاگرام، واتساپ و تلگرام رو من انتخاب کردم و بعد از این گزینه دان رو بزنید و قسمت بالا نکست رو بزنید، ادکشن رو انتخاب کنید، وی پی ان رو سرچ کنید. در این قسمت فیلتر شکنی رو بهش معرفی بکنید که همیشه باهاش کار میکنید. من این گزینه رو انتخاب میکنم، نکست رو میزنم، گزینه اسپی فرانک رو خاموش میکنم و دان رو میزنم. حالا وارد مرحله دوم دیسکانکت شدن میشیم. داخل اپ ها دوباره وارد میشیم، این گزینه رو فعال میکنیم، میریم داخل سرچ برنامه ها، این اینستاگرام، تلگرام، واتساپ رو دوباره انتخاب میکنیم برای دیسکانکت شدن و دان رو میزنیم. نکست رو میزنید، ادکشن رو انتخاب میکنید و گزینه وی پی ان رو سرچ کردیم، دوباره روی دیسکانکت انتخاب میکنید. اینجا دوباره همون برنامه فیلتر شکنتون رو انتخاب میکنید و نکست میزنید. این گزینه رو غیر فعال میکنید و دان رو میزنید و تمام. حتما این پست رو سیو کنید، فراموش نکنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. ممنون بابت لایک های زیباتون که ما رو حمایت میکنید.